اینجا هم ترمینال گرند سنترال مرکزی شهر نیویورک در وسط شهر منهتن، یکی از 10 جاذبه گردشگری پربازدید تو دنیاست که هر سال میلیون ها نفر بازدید کننده داره. علاوه بر این که مسافرای قطار و مترو هم از اینجا عبور میکنن، یعنی غیر از اون میلیون ها بازدید کننده داره. داخل این ساختمون و نما حتی برای فیلم ها، برای فیلمبرداری تو این قسمت سالن استفاده میشه که حالا محل ملاقات افراد و اینها. داخل خیلی فیلم ها تو این قسمت سالن فیلمبرداری شده. در این قسمت دو طبقه داره که قسمت بالاش خدمات بین شهری داره، قسمت پایینش خیلی جالب و خدمات شهری داره و واسه افراد و مسافرین خود شهریه. و اینکه فودکورت خیلی بزرگی داره و اینکه خیلی هم غذاهای خوبی داره، هم نوشیدنی‌های خیلی متنوع داره و اینکه به نظر من واقعا ارزش دیدن رو داره.